الو سلام ماما خوبی؟ خیریم جان شما جور خیریت خیریم میگم چیکار کردین این پولار ماما 17 میلیون ماما جیگر طلب میشون برکن بونیله در نیاره دیگه مثلا بازون 3 میلیون دیگه پولم میدم خدا کارم بد رقم گیره اینجا یعنی تعلافم معطلیم دوغران پول بدیم گفتیم چیکار کردیم خب این کار بونیله در نیاره دیگه میده انشالله خدا بزرگه چشم ولی دلجمع باشون برای من میتونین آماده کنین من برای شما حساب کنم خدا بد رقم کار میگیره باز نشه که باز اینجا من بتقل شم خدا کنه صاحب کار بونیده در نیاره هر جا میریم به جایی که برای ما پول مار بده یک بونه دیگه در میاره 2 میلیون مرم کم ای خدا دیگه رای به دل صاحب کار بند که امرو بونیله در نیاره پول مار بده دیگه انشالله ای خدا دیگه سلام خلیفه مونده نباشین. سلام مهندس خسته نباشید خوب هستید؟ ببینید خلیفه دست شما در نکنه خیلی زحمت کشیدید. یعنی حساب ما چند بود خلیفه جان؟ حساب ما 17 میلیونه. باشی عزیز. مارکات شما شمارکات قبلیه دیگه. خیلی ببین یاری اگه کارو بکنید شما میشه. انتقال دادم خلیفه 20 میلیون به شما انتقال دادم 3 میلیون خلیفه جان شیرینی شما یاری دست شما در نکنه به هر جا ما 20 سال کار میکنم به جایی که برای ما پول مثلا پول مار بدم میام کار ما مثلا سعی میکنم بونیله در میارم 2 میلیون من حساب ما کم میدم یاری دست شما در نکنه من تو اولین باره که دیدم مثلا برای ما 2 میلیون 3 میلیون اضافه دادم خیلی نه خیلی رجالو کسایی که میاین به اول و کار و آخر و کار چانه میزنن از حقوق کارگر و برنا بیاین پول چیزی کم بدن 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون کم بدن این پول به کجا میرسه اونا خیر و برکت از کار و زندگی خود میگیرن ولی دعا کنه که خدای لطف شامل حال همه بگردونه که دیگه این کار را انجام ندن خیر بینه خیلی زحمت کشیدیم و اگه کستی بود ما رو حلال کنیم من میرم دیگه باش کار شما تمام شد دیگه خیلی و کلیر کو داریم خود شما دیگه در باش ببندید باش سعی کنم پیامک بیام من بنده عشق خدا هر جا که برم با نیاز قدرت بنت های دل منو